شما باشین کدوم رو انتخاب میکنین؟ این 5 تا گجت انگار از آینده اومدن. اولی گیمبال DJI که خودش سوژه رو دنبال میکنه. یکی از بهترین ابزارهای فیلمبرداری و تولید محتوا با گوشیتون. دومی یه مینی فن USB داره که به گوشیتون وصل میشه و با گوشیتون میتونین خودتون رو خنک نگه دارین. ساده، شیک، کوچیک و کاربردیه. سومی یه هاب 9 با سوسه که یه پورت بهش میدین، 9 تا پورت ازش خروجی میگیری. مخصوص انواع لپتاپ ها، مخصوصا سری مک که فقط یه پورت داره. میتونی هر پورتی که میخوای خروجی بگیری بدون اینکه کابل اضافه با خودت هم کنی. چهارمی یه شارژر 360 درجه است. میچرخه، میچسبه ولی هیچ وقت نمیشکنه. میتونین پورت مخصوص گوشیتون رو بهش وصل کنین و با چسبوندنش به کابل دستگاهتون رو شارژ کنین. و آخری هم یه لامپ هوشمنده که خودش میفهمه که باید روشن بشه. میتونین تو جاهای کم نور مثل کمد و کابینت‌های آشپزخونه یا هر جا که خواستین نور داشته باشین. شما باشین کدوم رو انتخاب میکنین؟ سابسکرایب یادتون نره.